ژان رنه ژان فرانسوا و ژوزف تقریبا 10 ساله بودند که آزار جنسیشان آغاز یافته است. روحانیان مدرسه شونی پایلر پیوسته شاگردان نورس خود را سوء استفاده می‌کردند. هر وقتی می‌خواستند نزد ما می‌آمدند و می‌گفتند من تو را مدتی زیاد است ندیدم و ما را به اتاق‌هایشان می‌بردند. کلیسای کاتولیک این همه را پنهان داشته است. وقتی روحانی در یگان مدرسه و کلیسای رسوایی میکرد، اسقف او را به کلیسای دیگر میفرستاد و او عین کار را در اینجا تکرار میکرد. آزار جنسی نورسان و پنهان نگه داشتن جنایت 10 ساله‌ها در فرانسه ادامه کرده است. تحقیق کمیسیون آشکار کرده است از سال 1950 بیش از 3200 روحانی 216000 کودک و اکثرا پسران را سوء استفاده جنسی کردند. با علاوه خادمان موقتی کلیسا شماره جبر دیدگان 330,000 نفر تخمین می شود. گذشته از این همه بی‌اعتنایی، کوتاهی، سکوت، پنهانکاری وسیع در کلیسا مثل قاعده بوده است. واکنش پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه به نتیجه تحقیق چنین بود: من از رنج و آسیبی که جبر دیدگان کشیدند غمناک و اندوهگینم. من شرمسارم. ما و من شرمساریم که کلیسا مدت دراز نتوانست به آنها توجه ضروری کند. بر اساس قانون‌های فرانسه مهلت جزا دادن گناهکاران برای جنایت‌های قدیمه گذشته است. کمیسیون از کلیسا خواست جبران برای جبر دیده‌ها را زیاد کند. پرداخت جبران اولی سال آینده آغاز می‌یابد. بعضی جبر دیدگان می‌گویند خود کلیسا به اصلاحات سخت احتیاج دارد. باید عملکردها، مناسبت و مدیریت در کلیسا سخت تغییر یابد. اول امسال پاپ فرانسیس قانون‌های کلیسای کاتولیک را تغییر داد و آزار جنسی را جنایت حسابید. امیس پلیس درو مدیر سازمان صدای کاتولیک‌ها در فرانسه است. به اندیشه من تا زمان یک پرونده مانده است، یک درنده، یک جبر دیده مانده است، باید کار را ادامه داد. پاپ فرانسیس به نظر من تغییرات را شروع کرد. تحقیق کمیسیون مخصوص فرانسه بعد عین تحقیقات در کشورهای دیگر مثل امریکا و استرالیا صورت گرفت. پاپ روم آزار جنسی در کلیسای کاتولیک را یک مصیبت جهانی خوانده است.